شما به چیزی تکیه زده باشید، یا که به یادتان آمد که چشمای بعضی ها پوشیدند که در جایهایی بودید که آن جایها گرم بودند. گرمی است که شما را حلاوت می بخشد، راحت می دهد. گرمی است که شما را فارغ است. و این سببیان می شود که در معنی سر کار مبادله ماده ها بلند می شود و داد و گرفتی ماده ها در بدن شما به زینه خوب می براید. بدن درک می کند که در کجای شما چه کمبودی است و آن را برطرف می کند. گرمی فارم. شما قوای جاذبه زمین را حس می کنید. حتی از خود استون مهره به طرف مرکزی زمین نوری می رود و آن شما را پیوسته به زمین می کند. یک تکان سبکی پیدا شده از پشت گردن تا به خود مرکز آفتاب پیوستی نوری می کنید. عموما استون مهره ما و شما پیوست کننده دو قوه گرمی و قوه سردی است که در بدن ما و شما معتدلیت می آورند. تمام وزمینی ما و شما را زمین و آفتاب گرفتند. هوای گنده غلیظ وجود شما را ترک می کند. شما حس می کنید که هر نفس کشی مانندی که پفکی را پر هوا می کنند، دم می کنند. بدن ما و شما وزن خود را گم کردن می گیرد. هر بار نفس می برارید قوه هوا به طرف پای ها، دستان، شکم و میان، گردن و روی و معده سر می رود و بدن شما آهسته آهسته وزن خود را گم کردن می گیرد. حالتی عجیبی که گویی که یک داروی خورده باشید که داروی کرخت کننده و بی‌حس کننده باشد. و این تاثیرات است که معده سر داروهای خود را حاصل می کند. و این حالت است که شما فراموش می سازید خود را و در مشق‌های آینده آهسته آهسته به عالمی دیگر وارد می شوید. به عالمی بی‌حسی، عالمی که فکر دم می گیرد، عالمی که بدن تو به حال خودش گذاشته شده است تا اینکه خودش را سالم گرداند. می توانید با تلفن های با ما در رابطه باشید و باز مشق‌های خود را صیقل دهید. ما الفبای او را خوانده ایستاده ایم و می رسیم به کتاب خوانشش. هر یکی شما که توانستید قوت عظیم اقتداری بدن خود را بیدار کردید، نیروی عظیمی در معده سر سبب صحتی، خوشبختی و آبادی وطن ما و شما می شود. با حیثیت سبکی، خرسندی، بیدردی، خوشبختی، خواب نغز شب، آرامی و آسودگی، از این حالت دم گرفته و خرسند، بی درد و سبک و به میل تامی میخیزید تا باز شدید و تا باز دید.
السلام علیکم بینندگان تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان. برنامه خانقاه باز مهمان خاندان شماست. به نزدیکی در کوچه به ما یکی از رفیقانمان سوال داد که خانقاه چی معنا دارد؟ و شنیده بوده است که در خانقاه صوفیان با کسانی که دنیا را ترک کرده بودند جمع می شدند و در آنجا آنها انکشاف روحی خود را دوام می دادند. البته چنین است. البته برای به حال در آمدن و روان خود را به سمت دلخواه روانه ساختن، جسم خود را زیر نظارت و احساس خود را لجام زدن، این البته مشق لازم است. و البته ترس‌های کلاسیکی آن هم در زمان پیش دیده می شدند. از آن جمله آن خانقاه‌هایی که عارفان و کسانی که اهل عرفان، اهل تصوف بودند جمع می شدند و در آنجا آنها به یکدیگر مبادله اطلاعات می کردند، یکدیگر را آنها اطلاعات‌های نو تامین می کردند یا که از دستاوردهای خود، از تجربه های خود به یکدیگر می فهماندند، یکدیگر را بای می گردانیدند. ولی چرا چنین بود؟ در آن زمان وقتهایی که نهایت حالت سیاسی، زمانه هایی که چنین آدمان زندگی می کردند، به یاد بیاریم دوره های تاخت و تاز مغولان را و دیگر شاهانی که آنها عدالت را پرستش نمی کردند و سببی از جماعت دور زدن چنین آدمان بودند و آنها مجبور می شدند با لباس های درویشی، قلندری، با آواره‌گردی، یعنی که چشم آنها را از خود دور کنند و به مقصدهای خود، یعنی انکشاف روحی خود برسند. برای همین آنها در خانقاه ها جمع می شدند، برای همین آنها کوچه‌گردی ها می کردند و البته تا آن دوره‌ای که یکی از اساسگزاران رویه نقشبندیه بهاءالدین بلاگردان نگفت که دل به یار و دست به کار، یعنی که چنین آدمان عارف، چنین آدمان بزرگ و قوی را توانستند که نیروی اقتدار نهانی آنها را استفاده برند در پیشروی جمعیت و در آبادانی زمانه. ناگفته نماند که امیر تیمور را مصلحت بهاءالدین بلاگردان نقشبندیه میداد و در زمان سامانی رودکی عارفی دربار سامانیان بود. به هیچ دوره به پیر خود که از اهل طریقت بود نبود. پس معلوم می شود که ما درست آمده ایستاده ایم و کار آنها را دوام داده ایستاده ایم، ولی نه به آن فرمت، به آن شکلی که در آن زمان بود، هرچند مندرجه مشق‌های روحی، انکشاف آن، سمت آن عوض نمی شود. و البته خانقاهی که ما به نام گذاشته این برنامه را به خاطر آن همان کسانی هست که توانستند معنویات جهانی را پر کنند و سمت دهند، چون که انکشاف انسان انکشاف جسمی است، انکشاف احساسی، انکشاف عقلی که آدمان مثلا در انکشاف جسمی تنی به قوت و پهلوان می شوند، در انکشاف احساسی نهایت ارتیست، یعنی که هنرمند یا هنرپیشه های خوب می شوند، در انکشاف عقلی عالم می شوند، در انکشاف قلبی چنین شخصان سیاستمدار خوب و حیات خود را برای وطن، برای آبادانی دولت، برای محل یا که خانه و یک مقصدی که دارند صرف میکنند. و البته انکشاف روحی
هماهنگ شدن با طبیعت و توانستن دست داشتن در قوه‌هایی که در اطراف ما و شما هست و آن قوه‌هایی که زمین و آسمان را می‌دارند و آنها را استفاده بردن برای آبادانی، سلامتی و انکشاف. پس ما به خاطر آن که کلاسیکان ما چنین می‌کردند برنامه را نام گذاشتیم و هر کس می‌تواند از آن کسانی که ما را می‌بینند و کسانی که شوقمند هستند در انکشاف روانی خود، کسانی که می‌خواهند آشنا شوند با این سمت، می‌توانند که به اداره تلویزیون سیمای مستقل بیایند و با ما هم صحبت شوند و ما به آنها اطلاعات‌های نو بدهیم و آنها را از آخران دستاوردهای این علم خبردار سازیم. نگفتن ماند که انکشاف روحی، انکشاف روانی در همه خلق و مملکت‌ها آموخته شده ایستاده است. مثلا مردم هندوستان با یوگای خود در مناصرهای مثلا دولت خیتای و چین، در خود آلمان آموزشی پراپسیکولوژی هست، در خود لنینگراد، نیکی پتربورگ آموزشی علمی روانشفایی، یا که در خارکوف اینستیتوت گیپنوز، در مسکو اینستیتوت معاینه سر، در امریکا آموزشی واقعه های غیر عادی که در خود روان انسان میشوند دیده میشد. پس چرا ما نآموزیم آن چیزی که از آن ماست و چرا ما در این سمت هم دستاوردهای نکنیم تا اینکه مردم ما از آن بهره برند و در این ساحه ما قفا نزنیم. هیچ ممکن نیست که فردی که در تاجیکستان است و در آن شعور کلکتیوی 1400 سال آمده است و از آن دوره در او جمع شدن دانش‌های نیاگان او، نمیتواند که به مشق‌های مثلا واسطه یوگا یا که به مشق‌هایی که در مناصرهای دیگر یا که مشق‌های مخصوصی پراپسیکولوژی هستند که آنها رو کند و مردم ما اگر این را دسترس هم یعنی که به این داده شوند هم آنقدر پیشروی‌های خوبی نمی‌کنند. چرا ما مشق‌های گذشتگان خود را نکنیم که آنها رو همچون پسیخوگیگینا یا پسیخوگیمناستیکا یعنی مشق‌های روانی یا پیشگیری ناراحتی‌های روان استفاده بردن ممکن است. ما در چند مشق پیشینه گفته بودیم که انسان از 4 چیز ساخته شده است و یادآور شدنی هست که در این جاده هم باز پیشینه آن پیغمبری که حالا این کار شده است زردشت در کتاب خود اوستا گفته بود که 4 چیز یعنی از 4 چیز از 4 عنصر دنیا ساخته شده است و این را پدر طب بقراط و در انسان به شکل 4 چیز مبدل شدن این 4 عنصر یعنی آب و هوا و آتش و خاک که مبدل می شدند در سرشت انسان به زرده زرد و زرده سیاه و لیمف و خون و ما گفته بودیم که انسان از این چیز ساخته شده است و حالا معلوم است که در حقیقت 4 حالتی مثلا ماده ها در فضا وجود داشتنش ممکن است. پس بیایید ما هر یکی آن را در سرشت خود تاثیر رسانیم. آیا ما می توانیم به آب خود، آب بدن خود تاثیر رسانیم؟ آیا ما می توانیم که به خاک بدن خود تاثیر رسانیم؟ آیا ما می توانیم که گرمی بدن خود را دیگر کنیم یا که بدن خود را از هوا تامین سازیم؟ البته با واسطه این مشق‌ها ممکن است که ما سرشت خود را دیگرگون کنیم. مثلا تاجیکان ما هنوز از دوره‌های کهن آب دمیه می‌دادند، یعنی در آب اطلاع وارد می‌ساختند، نیت خود را وارد می‌ساختند، می‌خواندند دعای و به بیمار می‌دادند تا که آن نیت آن دعا در وجود آن بیمار تاثیر رساند و گردش آب آن را خاصیت دیگر ماده‌های او را دیگر کند. یا که ما و شما می‌دانیم که مثلا ما می‌توانیم که در حالت‌های هست در زمین در موقع‌های باشیم که زمین در آنجا نهایت قوه الکترومغناطیسی زیاد است. مثلا مردم ما جای‌های مقدس دارند و البته ما به آب و خاک بدن خود تاثیر رسانده می‌توانستیم و ما می‌توانیم که آب بدن خود را اطلاع نکنیم با واسطه مشقی که در یکم مشق بود و در دوم مشق ما توانستیم که خاک بدن خود را پیوست کنیم به زمین به قوه گراویتاسیونی یعنی قوه جاذبه زمین و اکنون امروز ما تاثیر می‌رسانیم به قوه گرمی، قوه‌ای که نماینده آفتاب در سرشت ما و شما است و ما آن را آتش می‌گوییم. چیست گزک؟ گزک
که در عضوهای گوناگون آدمان میشد، این پست شدن درجه حرارتی آن عضو یا آن قسم بدن و در نتیجه میکروب های در این درجه پست میتوانند انکشاف یابند و آدمان کوشش میکنند که با واسطه دارو یا درمان ها این میکروب ها یا که این برانگیزاننده های بیماری را برطرف کنند. ولی خوبش میشد که ما با واسطه به آنجا روانه ساختن قوه گرمی، یعنی زیاد کردن مبادله ماده ها و ذرچه های گرمی که در فضا زیادند، ما آنها را فوتون یا که موج‌های انفراسرخ میگوییم، آنها را گرفته با آنجا روانه سازیم تا اینکه سرشت ما، ارگانیسم ما و شما تواند برابر کند حرارت را یا حتی که زیاد کند که ما در مشق‌های مثلا توابتی خود با کف دست گرم و گذرانیدن نوری گرم بسیار بیماری ها را از بین میبریم. البته امر خدا. حالا ما به مشق نوبتی تاثیر رساندن بدن برای گرمی را در عضوهای خنک زده یا شمال خورده زیاد کردن و گزک های کهنه کرونیکی بیماری ها را از بین بردن مشق میکنیم. پناه میجوییم به سوی عدل از بی‌عدالتی و سر میکنیم به نام قوه نیک و خیرخواه. به نیت مشق روحی بنشینید و بدانید که انسان از نیتش میگیرد. خود را در بین معینه سر قرار دهید و به سخنان ما گوش دهید. بدانید و آگاه باشید که انسان دائم در حال است و شما میدانید که گاهی شما در حالت خرسندی هستید، گاهی در حالت ضیقی، یا گاهی در حالت درد، یا گاهی در حالت سبکی، گاهی در حالت حلاوت و کیفیت، گاهی در حالت اذیت. اینها حال هستند و انسان یخیل نمی ایستد. پس آن کسانی که تنقید میکنند که این گویا گیپناز هست، نه، این گیپناز نیست. این حالت شما را به آرامی آوردن و خود شما تاثیر رسانیدن به مبادله ماده هایتان تا اینکه این یا آن فعالیت معینه سری شما در عضوهای شما به معتدلیت بیاید. پس با دقت به سخنان ما گوش کنید و داده شوید به آن حالتی که آهسته آهسته به شما می آید. این حالتی است که شما گاهی آواز ما را از دور می شنوید، گاهی نزدیک، ولی نیت دارید که چنین مشق‌ها را یاد گیرید. البته کف دستان شما به بالا باشند، آرام باشید و خودتان را حس کنید. حس کنید وجود خود را. حس کنید سرحد سرشت خود، ارگانیسم خود را. و البته آرامی قوه معینه سر را جمع می کند. آرامی جمع کننده قوه های بدن ما و شما.